السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسم خوردن به غیر الله چقدر که همه ما شما در معلوم است که درست نیست است و در این باب کردگی از امام نووی رحمه الله ریاض الصالحین که روایت چه میارد بالآخره از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما. حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکند که از نبی صلی الله علیه و آله میگه گفت نبی صلی الله علیه و آله که بیشک الله تعالی نهی کردگی از شما را اینکه قسم بخورید به پدرهاتون. و من کان حالفا، نیکی پس انسانی که بخواد که قسم بخورد چی یک کاری هست که قسم باید بخورد انسان ضرور هست، یعنی که برای که انسان یک نفر دیگه قبول نمیکند فلیحلف بالله، پس قسم بخورد به الله، یکی خاموش بیستد. یعنی که شما قسم نخورید به پدرهاتون، یعنی که پدرهاتون بزرگیش ذکر نکنید در جایی که الله بزرگ است و به اون قسم بخورید. وقتی قسم خوردنش به الله قسم بخورید، قسم اگر که نخورید به الله خاموش بیستید، یعنی که به غیر الله قسم نخورید میگد. این روایت بخاری و مسلم هست. دیگر روایتی فمن کان حالفا فلا يحلف الا بالله او لیسکت. در روایت صحیح دیگه اومده است که هر کسی که قسم خوردنی باشد پس قسم بخورد، پس قسم نخورد اون نفر باید مگر به الله یا اینکه خاموش بیستد. و نیز روایتی که مسلم ذکر کردگی هست از حضرت عبدالرحمن ابن سمره میگد رضی الله عنه، میگه گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله که قسم نخورید به طواغی. به طواغی گفته، طواغی را امام خود شرط داده است که همین بودها قطعی، یعنی که حدیث دیگه که همین هذه طاغیه گفته، طاغیه دوس، یعنی که همون بودهای همونها و هم چیزهایی که بود عبادت میکردن به اونها قسم نخورید میگن. و در روایت غیری مسلم اومدگی هست که مثلا به طواغیت اومدگی از جمع طاغوت میشه همون شیطان و بودها قطع قسم نخورید. خلاصه اگر این چیزها خیلی معلوم است که درست نیست از قسم خوردن. در دام این حدیث ها گوش میکنیم حضرت بریده رضی الله عنه میگد که بشک رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتن من حلف بالامانه فلیس منا. امانه گفته قسم نخورید میگه به امانه. امانه چی است؟ امانه چخیلی که چیزهای فرضهای الله مثلا عبادت همون از حج و روزه و نماز و غیر همین ها. چون که از قسم خوردن به حج، قسم به حج که من همه کار کردم یا که نکردم، یعنی قسم به نماز، این چیزها هم درست نیست. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه که قسم خورد به همین ها از ما نیست است میگه. یعنی که درست نبود است به چیزهایی را که بگیم غیر شرکیات هم باشد قسم خوردن به اون درست نیست است. تا جایی که به غیر الله قسم خورده است اون کارش خطا است. و در روایت دیگری که چنان که میبینیم که از همون بریده روایتش دیگه است نیست رضی الله عنه میگه گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله من حلف فقال انی بریء من الاسلام. این قول ها را بعضی وقت ما شما استفاده میکنیم. فان کان کاذبا فهو کما قال و ان کان صادقا، اگر در گپش اگر راستگو باشد صادق فلا یرجع الى الاسلام سالما. چی معنی دارد این حدیث؟ میگه که این هم روایت بریده هست که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کسی قسم میخورد پس میگوید که بیشک من بری هستم از اسلام. یعنی که یک نفر ما در امروزه قسم میخوریم میگه که اگر که من مسلمان نیکی اگر دروغگو باشم، یعنی که من همین کار کردم اگر دروغ بگم من مسلمان نه، یا که من از اسلام خالی. پس اگر دروغگو باشد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله چه خیلی گفته است همون خیلی است میگه. یعنی که انسان وقتی که میگه که من مسلمان نیکی من همین کار کردم دروغ بگه همین گپشته، یا که همین کارش دروغ باشد اگر اون از اسلام مانندی برآمدگی ور میشود. اون از اسلام همین خیلی گفته است من خالی هستم از من مسلمان نه، همون خیلی حکم میگیرد میگه. پس اگر راستگو هم باشد اون چی اون بسوی اسلامش سالم و چی بر نمیگرده همون ترم کرده. یعنی که این گپش بسیار گپی قبیح هست. باز روایتی که درباره قسم انسانی که قسم میخورد حتی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله حکمی وزنین به او داده که هست. روایت حضرت ابن عمر است رضی الله عنهما نیست چه در اولی باب روایت کرده، با همین روایت میکند که میگه بیشک شنیدم مردی را که میگوید لا والکعبه، یعنی که نه و قسم به کعبه گفت ابن که قسم نخورد به غیر الله. حضرت عبدالله بن عمر گفته است که قسم نخورد به غیر الله.
فإنی سمعت رسول صلی الله علیه و یقول، پس بیشک رسول خدا صلی الله علیه و من شنیدم که میگفت که من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. میگه شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و که کدام نفری قسم میخوره بغیر الله به تحقیق کافر شده است یا که شرک آورده است. این روایت ترمذی است و گفت که حدیث حسن است. در این باب علما میگوید که به خاطر چی پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن که هر کسی قسم میخوره بغیر الله کافر شده است یا که شرک آورده است. یعنی که بسیار گناهی وزوین است و بسیار گناهی هست که حکمش بسیار قبیح هست، که انسانی که وقتی قسم میخوره بغیر الله، یعنی که اگر که دروغگو باشه این خودش بگیم حکم دیگر دارد، اگر راستگو هم که باشد اگر اون بغیر الله قسم خوردگی باشد اون حکمی این چخیلی گفتیم که از دسته بگیم از سببی وزنین بدن حکمی همون، از سببی بگیم که گناه کبیره بدن همون پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه چی کافر گذاشته که مشرک گفته استش. یعنی که اون نفر اگر کافر هم نشود در گناه کبیره واقع میشه. اهل علم میگه که به خاطری که پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن که کافر شده است یا که شرک آورده است به سبب گناهش وزنین بدنش و به سبب کبیره بدنش. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.